در قدم اول خو با ولی اولا تبریک باشه. گیم برد و نفره که کد چای تیلش یک جای رخصت کرد. در قدم دوم دوستا بر من جالب چیست که پدرام صاحب لایف آمده بود در یکی از لایف های بسیار تاثیرگذار و شاخ تیک تاکشان که لایف آمده بود. در اونجا پدرام صاحب هم اشتراک کرده بود. 450 نفر بیننده داشت و به فرداش خودش لایف آمد. جناب پدرام صاحب در لایفش 15 نفر بود یا 32 نفر شیشتگی بود. فکر کنم ولی احمد ولی مسعود هم لایف آمده یا فردا لایف می چه رقم گپ است. یک ویدیو جناب بودیگارد صاحب دیدم، ببینیم که بیننده از او چقدر خواد بود. جنرال صاحب مبین هم لایف آمد. در شب اول یک ریکارد 45,000 تا 50,000 ماند. ریکارد لایف های سیاسی جنرال مبین خود حال کس نشکستانده. و این ولی اولام لایف آمدی خود 436,000 نفر خود من اینجا میبینم که جناب خان صاحب نموره حلقه کده. نگاه مردم، تیک تاکر ما یا یک دیقان ما که جنرال صاحب مبین است و از شما هم رهبرایتان، کلانایتان، کسایی که بنیادگذار خراسانتان است و ریاست جمهوریم خود کاندید کده بود، همین شما مردم دمی تیک تاک کتا اینه میگیم که تازی گیمرای ما شما مقابله کدن نمیتونین. شما باز آمدین میگین که والا ما افغانستان ایتو میکنیم و بیادر موت میکنیم و که والا نمیمانیم. فکر که دیگه حالا باید اگه چیزی زیاد بگویم باز خود گفتین که آدم قوم پرست است. خود راستش اگه بگویم بیادر بیننده امی ولی اولا از نفوس یگان وطندارا کده زیاد است. دیگه چی گفتنی دارین نمی باره؟ حالا مگه می نالشتان دیدم بسیار خوبش می نالین. بسیار خوب. وقت بی سیستم گیم نیستم نمیفهمم، من پیسه مام سرکس مصرف نمیکنم. لگه می نالشش باره که دیدم بسیار خوش آمد. بعد از او برام جالب شد. نگه خدا خیرت حالا پیش کنم.